سلام، خوش اومدید به این ویدیو. این اولین ویدیو کانال منه، کال آف دیوتی با یونا. این قسمت میخوام براتون گانو طلایی کنم که من این گانمو طلایی کردم و یه نه دیگه هم از قبل طلایی کرده بودم. اون دوتا نشونتون میدم و بعد میریم به سراغ آموزش. و من میخوام این سری براتون یه گان دیگر رو طلایی کنم و نصفش هم رفتم، ولی تمام توضیحات رو برای شما میگم. خب این گانو میخوام طراحی کنم. خب من انتخابش کردم، الان میام تو سیستمش. خب اینجا رو کلیک کنید، دایره کشیدم، اینجا هم بزنید. این بخش رسیدیم به اینجا شما باید 300 نفر رو بکشید. خب حالا مال شما ممکنه فرق داشته باشه. خب حالا اینجا باید 50 نفر رو بدون نشونه گیری بکشیم. اینجا باید 30 نفر رو از فاصله دور بکشیم. اینجا باید 100 نفر رو بدون تجهیزات بکشیم. اینجا باید 40 نفر رو با ضربه به سر بکشیم، یا همون هدشات. این بخش 80 نفر رو بدون اتچمنت یا همون بدون تجهیزات بکشیم و در آخر میشه این سلاح اون طلایی شد و میشه این. خب که حالا قفله و این ماموریتی که انجام این باز میشه. خب حالا من میخوام بهتون یه مپ نشون برم و سری سیستما که میتونید خیلی زودتر اینو بهتر و زودتر بتونید گانتون طلایی کنید. به این بخش میاید و اینجا بعد میزنید روی اینجا و بچه راستی اون اول که زدم یه جایی، اون باعث میشه یه دونگی هم نداشته باشید، همه تون با هم دشمنید و اینجا هم بزنید خیلی زودتر میتونید حالا طلایی کنید گانتون رو، چون نزدیکترید به دشمناتون. خب این بود از این ویدیو. اگه دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید. عاشقتون. خدا.